دادگاه ҳарбии гарнизони Душанбе یک سرباز و 2 افسر نیروهای مسلح تاجیکستان را در مرگ احسان الچیبکوف سرباز قسم نظامی وزارت دفاع تاجیکستان محکوم به زندان کرد. احسان الچیبکوف 19 ساله روز 16 فوریه امسال به طور مرموز درگذشت و جسد او را روز 21 فوریه به والدانش در دهه بغوی ناحیه روشان ولایت بدخشان سپردند. در مرافعه معلوم شد که سرباز سایёدҷон اسоев از بی احتیاطی عمل صادر نموده است که باعث فوت احسان الچیبکوف گردیده است. برای این کردار دادرس نجم‌الدین لایق‌زاده او را به مهلت 12.5 سال روانه زندان کرد. همچنین بر پایه این حکم افسران قسم نظامی 06870 عزتالله احمدوف و سعی محمد سعدالله‌اف برای خنک‌نظری از روی ماده 392 قسم 1 سالی از آزادی محروم شدند. ایبدار شوندگان هنگام سخنی آخرینشان خود را گناهکار حسابیده از کردار خود اظهار پشیمانی کردند. سایёدҷон اسоев که در کشته شدن احسان الچیبکوف متهم دانسته شده است از والدین این سرباز مرحوم عذرخواهی کرد. افسران عزتالله احمدوف و سعی محمد سعدالله‌اف ضمن ارائه سخن آخرین با تاکید بر اینکه بار اول کردار جنایی کردند از دادرس خواهش کردند که نسبت آنها جزای غیر حبسی تعیین کنند. این افسران تاکید کردند که صاحب فرزند بوده در چاره‌بینی‌های نظامی اشتراک فعال داشتند. اول گفتند 19 بعد کمک 14 پروکورور فراورد سودیا با 12.5 فراورد. انا در اینجا ما کمک روزی هستیم. نزدیکان سایёدҷон اسоев در صحبت با رادیو آزادی گفتند حکم دادگاه نسبت برادرزاده او زیاد صادر شده است. برای که این فوق‌العاده روی داده است. بازی قطعی همین روی داده است. همین قسمتی همین روز ازلی همین کشیدگی بوده. ما همین پیش پدر مادر چیزی همین آدم چی این فرزند او فرزند هر جور فرزندی ما است. جانب متهم به قتل احسان الچیبکوف اظهار داشتند که از بالای حکم دادگاه شکایت نخواهند کرد.